ببینید عزیز من، شما میگین چرا؟ چون اسلام به زور، با اخطار، با تهدید، با قتل و کشتار خودش را به این عد رسانده. ببینین آیت نص صریح قرآن، آیت 16 سوره فتح، ببینین چی میگه. به اعراب بادیه‌نشین که از جنگ تخلف ورزیده اند بگو به زودی برای جنگ با مردم سخت نیرومند فراخوانده میشوید یا فراخوانده میشوید که با آنها بجنگید یا مسلمان شوند. میبینین عزیز من که با آنها بجنگید یا مسلمان شوند. لشکر اسلام تا افغانستان ما، خراسان دیروز، آریانای ما و ایران امروزی صرف و صرف و صرف به زور شمشیر و به زور، معذرت مرا بپذیرین که فاش میگم، به زور آلت تناسلی و قدرت